میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب. یه روز گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و تو رضا خان اسمشو نگیم. سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن. حرف کم میزد، گفره راهن کشیدن. یه روز گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و تو رضا خان اسمشو نگیم. جدی و لنده بود پادشاه اخمو و شاکی. سگ بود اخلاقش، پادشاه سیبیل و تریاکی. سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن. حرف کم میزد، گفره راهن کشیدن. حرف کم میزد، گفت که کشف حجاب شد. حرف کم میزد، گفت چه چادر رو برچیدن. حرف کم میزد، گفت سر مدرس زیر آب شد. آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آورد. آی ملت شارقد و شلیتر و اخلاق سگ آورد. آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آورد. آی ملت خالق دیگر و اعضای سگ آورد. آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آورد. آی ملت شارقد و شلیتر و اخلاق سگ آورد. آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آورد. آی ملت خالق دیگر و اعضای سگ آورد. یه روز گذشت یه پادشاه از گذرگهی، قد بلند و توپ رضا خان تریاکی گهگهی. یه روز گذشت رضا خان از گذرگهی، سر همه رو برید بعدش کرد آگهی. سر جاده دماوند یه میدونکی به نام عروسم، 24 اسفندم به یاد ننم دستشو میبوسم. بین دوتا میدون میشه خیابون شاه رضا که منم. رضا خان قلدر که منم، عروسم هم مثل ننم. به اضافه یه 4 تا زنم، خفنم 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 خفنم. میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون. ازدواج فوزیه با محمد رضا پهلوی به هنگام ولیعهدیش در تاریخ 16 مارس 1939 در قاهره انجام شد. 2 سال بعد محمد رضا جانشین پدرش رضا شاه شد. با آغاز سلطنت وی روابط سرد میانه زوج به سرعت رو به تیرگی نهاد. ثبت رسمی طلاق در مصر به سال 1945 و در ایران به سال 1948 انجام شد. نام میدانی که به اسم او بود به نام یکی از امامان شیعه حسین تغییر پیدا کرد. میدان انقلاب نیز یکی از میدانهای اصلی شهر تهران است. در سال 1388 طی عملیات عمرانی راه اندازی ایستگاه متروی تهران، بنای یادبود 8 سال دفاع مقدس جای خود را به یک حجم گنبدی شکل داد. خالق الجو جان قدش، 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 خالق الجو جان قلمچی